دلیر امامعلی خبرنگار و بلاگر شناخته و عضو اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر دانسته به 2 ماه حبس پیشکی گرفتند. این در حالی است که او بارها در صحبت‌های ویدیویی‌اش گفته است با یگان حزب و گروه همکاری ندارد و تنها رسالت خبرنگاری خود را انجام می‌دهد. دلیر امامعلی همزمان به صاحبکاری غیر قانونی و دیده و دانسته دادن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت متهم است. قرار دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه درباره حبس پیشکی دلیر امامعلی روز 18 ایون صادر شد. به مرافعه تنها وکیل مدافع را راه دادند. نزدیکانش گفتند که هنگام اعلان قرار نبودند. مقامات نه تنها پرونده را شرح نمیدهند بلکه به آن مهر مخفی زدند. در جانش میزنن میگن من بس میکنم نوشتن. دلیر امامعلی 34 سال است و روز 15 ایون امسال دستگیر شد. معلوم نیست که او هنگام مرافعه چه گفته است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف بعد انجام مرافعه گفت از او زبان خط گرفتند که به کسی تفصیلات ندهد. تا این دم سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران در تاجیکستان درباره بازداشت و قرار حبس دلیر امامعلی چیزی نگفتند. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز روز 17 ایون از حکومت تاجیکستان خواسته بود او و خبرنگار دیگری بازداشت شده عبدالله غربتی را رها کند. دلیر امامعلی که با فحاشگویی‌هایش نام برآورده است تقریبا 1 سال باز همچون بلاگر کار میکرد. صحیفه او در یوتیوب زیاده از 150,000 پیرو دارد و به قیچی وطن دیگری در تلاش عدالت و بدون آگاهی در قبولگاه وزیران از جمله گوشه‌های پربیننده اش هستند. او قبلا در رادیوی وطن کار میکرد. در رادیوی امروز و نشریه همنامش نیز فعالیت داشت. مسئول گروه تئاتری نگاه نو و ختم کرده دانشکده فرهنگی تاجیکستان است. دلیر امامعلی در حال بازداشت و به حبس گرفته شد که روز 4 ایون امسال بعد ثبت برنامه‌اش در قبولگاه رئیس ناحیه شاه منصور بازداشت و بازپرسی شد و هم به گفته‌اش چند مشت و شپاتی خورد.